اساطیر، قهرمان‌ها، داستان‌های ملی و داستان‌های تاریخی، اینا چیزایی هستن که توی فرهنگ‌های مختلف و به شکل‌های مختلفی پیدا میشه و بعضی وقتا هم به قالب ادبیات و حماسه‌های عظیم و خفنی در میان. مثلا ایلیاد و اودیسه یونانی، مهابارات‌های هندی و شاهنامه ایرانی. تقریبا هیچ ایرانی نیست که اسم شاهنامه رو نشنیده باشه. یکی از تحسین شده ترین حماسه‌ها که ترکیبی از عناصر اساطیری، پهلوانی و تاریخی است و توسط فردوسی به نظم در اومده. و با این حال که همه اسمش رو شنیدن، فقط عده کوچیک‌تری واقعا خوندنش، که طبیعیه. اگه توی زبان‌های مختلف بگردین و یه چند صد سال زمانشون رو عقب برگردونید، با قوای یه واژه کهنی که انگار از یه زبان دیگه جلوتون گذاشتن روبرو میشین و طبیعتاً نسل جدید هم معمولاً سراغ همچین چیزی نمیره. و اینجاست که اقتباس‌ها میان میدرخشن و داستان جوان پسندتر یا درکش رو راحت‌تر میکنن. من آرتین هستم و امروز میخوام اقتباسی از شاهنامه رو بررسی کنم به اسم آخرین داستان. پس قبل اینکه شروع کنیم لایک و سابسکرایب یادتون نره و حتما نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. البته که آخرین داستان از نظر فنی انیمه نیست، ولی درست مثل یه سری انیمیشن ها از این سبک الهام میگیره و ازش استفاده میکنه که خودش یه بحث جداگانه است و بمونه برای یه ویدیو دیگه. آخرین داستان ساخته استودیو هورخش یه اقتباس آزاد از شاهنامه است که بخش پادشاهی ضحاک رو پوشش میده. ضحاکی که 1000 سال حکومت میکنه و به مرور پستر و ظالمتر میشه، ولی وقتی به 40 سال آخر حکومتش میرسه چیزی رو تو خوابش میبینه که پادشاهی 1000 ساله ضحاک و خود ضحاک رو تهدید میکنه. تولد بچه‌ای که قراره به دنیا بیاد و در آینده ضحاک رو سرنگون کنه و اون کسی نیست جز فریدون که آفریدون هم بهش میگن. این خلاص از داستان هم توی شاهنامه و هم توی آخرین داستان تقریبا یکیه و هر دوشون با این پیش زمینه شروع میشن، با این فرق که آخرین داستان با شروع شدنش مشکلاتش هم شروع میشه. آخرین داستان با زاویه دید اول شخص شروع میشه که خیلی جالبه و توجه جلب میکنه، ولی بعد سوم شخص میشه و علاوه بر تغییرات کیفیت و انیمیشن و تحرک شخصیتاش تغییر میکنه، ولی در ادامه بازم تغییر دیگه ای میکنه و همینطور به شکل نوسانی یه جور ناهماهنگی بین سبک طراحی و انیمیشن دیده میشه. یه سری تیک‌ها واقعا چشم نوازه و میشه دید چقدر هوشمندانه اجرا شدن، در حالی که یه سری تیکاش آدمو به شک میندازن که واقعا 8 سال تولید این انیمیشن زمان برده یا نه. ولی به طور کلی تیکای خوبش بیشتر از تیکای بعدشه و کیفیت بصری خوبی داره. پس اگه بدون توقع خاصی برید سمتش میتونه راضیتون کنه. ولی خود داستان چیه که اینطوری به تصویر کشیده شده؟ همونطور که گفتم آخرین داستان یه اقتباس آزاده و اقتباس آزاد هم وظیفه‌ای برای وفادار موندن به منبع خودشون ندارن. و خب قانونی نیست که بگه یه داستان حتما باید وفاداران اقتباس بشه. حتی گاهی هم اقتباس آزاد از منبع خودش بهتر میشه، البته در صورتی که دست نویسنده خوبی باشه. خلاصه که اقتباس آزاد وقتی خوبه که داستان به هر دلیلی جذابتر یا عمیق‌تر به تصویر کشیده میشه. اما مشکل اینه که در آخرین داستان ما همچین چیزی رو نمیبینیم و نه تنها جذابیت و عمق داستان بیشتر نمیشه، نسبت به شاهنامه افت‌هایی هم میکنه. تغییراتی که آخرین داستان توی اقتباس میکنه درست مثل طراحیش و انیمیشنش نوسانی ان، ولی تغییرات بعدش خیلی بیشتره. مثلا یکی از تغییرات خوبی که توی داستان اتفاق میفته مرگ مادر فریدون توی اول داستانه، در حالی که توی خود شاهنامه مادر فریدون زنده میمونه و فقط پدرشه که مرده و از این نظر توی آخرین داستان میشه گفت جدیت بیشتری توی انتقام فریدون دیده میشه. ولی از طرف دیگه یه سری تغییرات اصلا کاربردی ندارن یا شاید بهتر بگیم دلیلی پشتشون ندارن. مثلا فریدون آرک تمرینی داره، یه دختر رندوم وارد داستان میشه و قدرت دوستی و این چیزا هم قاطی رشد شخصیتی فریدون میشه. شاید بشه گفت آرک تمرینی واسه طولانی تر کردن داستان بوده که طبیعیه و قابل درکه، چون خود شاهنامه واسه بخش ضحاک به اندازه انیمیشن سینمایی بیت نداره. ولی مثلا این سوال پیش میاد که چرا این شخصیت دختر توی داستان است؟ از کجا اومده؟ ربطش به ماجرا چیه؟ چه نیازی به نشون دادن دوستیش یا هر چیزی که توی ذهن نویسنده بوده با فریدون بوده؟ چون در نهایت میبینیم که هیچ تأثیری هم روی شخصیت فریدون نداره. پس چه نیازی به بودنشه؟ چیزایی مثل قدرت دوستی و اینا هم که توی آخرین داستان اضافه میشن، نه به خاطر قدرت دوستی بلکه به خاطر اجرای بد آخرین داستان خراب میشن. بخوای قدرت دوستی نشون بدی باشه نشون بده، ولی عمق اون دوستی هم نشون بده. دوستی شخصیت رو عمیق‌تر به تصویر بکش. و یعنی وقتی من مخاطب نتونم عمق دوستی رو درک کنم و هیچ غم و ناراحتی براشون حس نکنم، چطور میتونم انگیزه شخصیت رو واسه رشد و قوی‌تر شدن از نظر ذهنی و جسمی درک کنم؟ همه اینا در حالی که توی خود شاهنامه فریدون از اول نسبتاً بالغه و برای شکست دادن ضحاک مثل یه شخصیت شونن چندین آرک شخصیتی یا داستانی رو نمیگذرونه و خب اینطوری مشکلی هم برای خودش نمیتراشه. از نظر شخصیت پردازی میشه گفت وضعیتش نسبتاً بهتره، ولی بازم راضی کننده نیست. خود ضحاک تقریباً به ضحاک شاهنامه شبیه، ولی خیلی کمتر مجنون و دیوانه است. برخلاف شاهنامه که ضحاک اونقدر به جنون میرسه که حتی توانایی تفکر منطقی رو هم از دست میده و صرفاً از روی یه سری غریزه
چیزا عمل میکنه، توی آخرین داستان ما ضحاک و تا بخش زیادی از داستان خیلی هم هوشیار و نسبتا عادی میبینیم. یا در مورد نقش اهریمن، به جای اینکه مثل شاهنامه حضور کمرنگ و کوچیکی داشته باشه و نقشش در حد وسوسه کردن ضحاک باشه، از یه جایی به بعد توی انیمیشن مداخله مستقیم میکنه. ولی چرا؟ منطقیه که وقتی داستان همچین تغییری میکنه یه دلیلی هم پشتش باشه. ولی من هر چقدرم که سعی کردم نتونستم همچین دلیلی رو پیدا کنم. توی شاهنامه حسی که از اهریمن میگرفتم موجودی بود که تجسمی از بدیه و واسه همینه که همیشه حضور داره و توی موقعیت‌های مختلف خودش رو نشون میده. ولی وقتی مستقیما توی داستان نقش میگیره نمیفهمیم که به چه دلیلی و به چه منظوریه. پس اینم به علامت سوال‌های آخرین داستان اضافه میشه و از نظر شخصیت پردازی هم فقط تغییراتی انجام میده که باعث بدتر شدنش میشه. از نظر موسیقی بدی نداره، ولی موسیقیاش ماندگاری هم ندارن. یه سری مشکلاتی هم داره که ناشی از عوامل خارجیه. مثلا شخصیت زن میاد آهنگ بخونه و کنارش میان صدای یه مردی هم اضافه میکنن که نتیجهش طبیعتاً چیز خوبی نیست. تا اینجا که در مورد آخرین داستان حرف زدم، تقریبا واسه بررسی همین چیزا نشون دادم که یا تغییراتشون نتیجه بدی داشته یا اینکه ناهماهنگی و حفره و علامت سوال داشتن. ولی حتی بدترین ویژگی تو انیمیشن هم از نظرم اینا نبودن. با اینکه برای آخرین داستان تصمیم‌های بد مختلفی گرفته شد، ولی همچنان بدترین تصمیمش به نظر من توی صدا پیچگی داستان و انتخاب صدا پیشاست. خب معمولا آدم‌ها وقتی میخوان واسه انتخاب صدا تصمیم بگیرن، در حد توان و بودجهشون دنبال یه صدا پیچه کاربلد میگردن که واقعا کارش هم صدا پیچگی باشه. ولی دست‌اندرکاران آخرین داستان احتمالاً با خودشون فکر کردن که به صدا پیچی نیاز داره. ما واسه موفق شدن فیلممون به بازیگر مشهور ایرانی نیاز داریم. البته بازیگری که توی ذهنشون بوده اکتر بوده و نه وایس اکتر. وقتی هم که به منطق پشت انتخاب صدا پیشا فکر میکنم هیچ چیزی دستگیرم نمیشه و فکر میکنم که میشه این پول احتمالاً زیادی که خرج این ستاره بازیگری شده رو برای صدا پیشای حرفه‌ای داد یا اینکه باهاش کمبودهای انیمیشن رو درست کرد. نتیجه گیری و نظر کلی، مهمترین نکته اینه که این اثر توی ایران درست شده. تقریبا هممون کمتر یا بیشتر میدونیم که توی ایران چقدر مشکل برای هنرمند یا تیم هنرمند میتونه وجود داشته باشه و شاید بی‌انصافی باشه که این شرایط رو در نظر نگیریم. ولی خب بازم دلیل نمیشه که از مشکلات اثرشون حرف نزنیم. آخرین داستان اثری بود که میتونست خیلی خوب باشه ولی نتونست. شاید به خاطر ضعف نویسنده، شاید به خاطر وزنی که اسم شاهنامه با خودش حمل میکنه و خود به خود انتظارات رو بالا میبره و شاید هم تصور و انتظاری که عدد 8 سال توی ذهن میاره. آخر سر واسه هر چی که بوده آخرین داستان کافی نبود. از وقتی که شروع میشه تا وقتی که تموم میشه داستان مدام حس کمبود یک چیزی توی خودش رو میده. انگار که موقع کامل کردن قطعات یه پازل به جای وصل کردن پازل های یه شکلی که میتونن به هم وصل بشن، پازل ها رو به زور و با چسب به هم وصل کردن و نتیجهش میشه یک تصویر ناقص که در هر بخشش چند تا حفره میشه پیدا کرد و هر کدوم از این حفره‌ها یه شایدن. مثلا شاید شخصیت‌ها میتونستن بهتر نوشته شده باشن، شاید صدا پیش‌ها میتونستن با نگاه درست‌تری انتخاب بشن، ولی در نهایت آخرین داستان شما رو با این شایدات تنها میذاره و شاید به فکر فرو برید که میشه واقعا یه روز اقتباس درخور و راضی کننده چه به شکل انیمیشن و انیمه یا گیم و هر چیزی از شاهنامه داشت. این اولین بار بود که توی چنل سراغ یه چیز ایرانی رفتم و واقعا جالب میشه اگه تولیدات داخلی بیشتری با سبک هنری و طراحی انیمه وجود داشته باشه یا حتی اگه انیمه نباشن به شکل مانگا یا ویژوال ناول و لایت ناول به تصویر کشیده بشن. ولی خب خدا میدونه کی تو ایران به همچین مرحله میرسیم یا اینکه اصلا میرسیم یا نه. ولی استقبال کردن از همچین چیزای همزمان با تشویق برای ادامهش و انتقاد برای بهتر شدنش واقعا میتونه ارزشمند باشه. یادمه توی یکی از ویدیوها گفتم که واسه ساتوشی کن ویدیو میسازم و خواستم بگم که یادم نرفته، پس یه روزی میذارمش ولی از دیر یا زودش خبری ندارم. پس تا ویدیو بعد خدا حافظ شما و به سلامت.